آوای بوف تقدیم می‌کند. من سالهاست مردم. مجموعه داستان کوتاه. نویسنده آبتین پوریا. ناشر آوای بوف. سال انتشار 1400. راوی مهسا بدیعی. ادیت فنی قاسم قرداغی. موضوع داستان کوتاه. avayaboof.com. میراث. من سالهاست مردم. از همان لحظه که چشمهای خمارش تمام هستی و داراییم را از کوره راه چشمان نمناک و بهت زدم بیرون کشید و در سیاهی جاودانه خود حل کرد. مردمک چشمان او سیاه چاله‌ای بود که با تمام قوای گرانشی خود مرا، هستیم را، زندگی و تار و پود تنم را در خود می کشید و تکه تکه می کرد. من از آن روز فقط سایه‌ای هستم از آنچه بودم. غباری ناچیز از کوه غروری مردانه که زیر نگاه‌های سنگین او خاک شد و در هوای خفه و غمناک اتاقم، نه، در هوای متعفن و نمناک زندانم معلق شد. 3 هفته‌ای بود که با او آشنا شده بودم. می گفت نویسنده است، ولی بیشتر به بیر سر و پاهای دائم الخمری می مانست که جز برندهای کارخانه های الکل سازی و نام کاباره ها و احتمالاً هرزه ها و فاحشه های شهر چیز دیگری نمی دانند. رخت و لباسش همیشه تیره بود. موهای بلند و سیبیل کوتاه و زیبایی داشت. از آن تیپ مردانی بود که انگاری با هیچ زنی رابطه عاطفی ندارند، ولی دریایی از احساسات عمیق و بیمارگونه پشت نقاب بی تفاوتی و خشکشان انبار شده. نامش را نمی‌دانستم، ولی مردم او را به طعنه شاعر خطاب می کردند. آن شب کذایی هم او در کافه بود. من هم طبق معمول در صندلی روبرویش نشسته بودم. نامش را پرسیدم، ولی با دست گذاشتن روی لبان و بینیش مرا خاموش کرد. پرسید: نام مرا برای چه می خواهی؟ گفتم می خواهم بدانم. گفت: به چه دردت می خورد؟ سکوت کردم چون جوابی نداشتم. با حالتی ملتمسانه پرسید: سیگار داری؟ گفتم: نمیدانم و دستم را در جیب کتم فرو بردم. یک استوانه نرم و دلنواز را در لای انگشتانم احساس کردم. بیرونش کشیدم و به او تعارف کردم. بیا رفیق، آخرین نخ سیگارم است، مال تو. سیگار را گرفت و روشن کرد. ممنون رفیق. گفتگو را ادامه دادم و گفتم: خب نامت را که نگفتی، خانواده‌ات چی؟ آنها کجا هستند؟ یک پک به سیگار زد و دودش را که با بوی الکل آمیخته شده بود بیرون داد و نجوا کنان گفت: مادرم، آن بانوی اسیری بی همتا، او را از من گرفتن. لعنت بر سل. من 3 سال داشتم و فقط شبحی از او در یادم مانده است. پیکر لاغر و زیبایش را در تابوت محبوس کردند. من هنوز خوابش را می‌بینم. قطره‌های اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد. دست بر شانه‌اش گذاشتم تا دلداریش بدهم. ادامه داد: پدرم را هرگز ندیدم، یا اگر هم دیدم در خاطر ندارم.
پرسیدم پس چه کسی از تو مراقبت کرد؟ به جای پاسخ به سوالم با لحنی که از احساس مملو بود مرا به خانه‌اش دعوت کرد. امشب بیا به خانه من، بد نمیگذره. نمیدانم چرا پذیرفتم، ولی ای کاش هیچ وقت نمی رفتم. تمام گرفتاری های من از آن شب لعنتی و سیاه آغاز شد. ظلمت جاودانش تا همیشه زندگیم را غرق کرد. قدم زنان در کوچه پس کوچه های بالتیمور به راه افتادیم. در راه او مرتب از شعر و ادبیات برایم گفت و بدمستی کرد. از حرفایش چیزی نمیفهمیدم. حس می کردم دچار بیماری روانی است و هذیان می گوید. برای اینکه سر بحث را عوض کنم باز هم پرسیدم نامت چیست و منتظر پرخاش او شدم. ولی دیدم خیلی ریلکس و آرام پاسخ داد. ادگار. گفتم چه نام زیبایی. این را در پاسخ هر کسی که نامش را از او می‌پرسیدم می‌گفتم. لبخند زد. فکر کردم بهترین زمان برای کشف جنبه‌های مخفی زندگی او همین حالاست. دل به دریا زدم و گفتم ادگار، نام خانوادگیت چیست؟ باز هم با خونسردی پاسخ داد. پو. تکرار کردم. ادگار پو. ادگار پو. گفت ادگار آلن پو. ناپدریم آقای آلن بود. رسیدیم دوست من. درب خانه ای را نشانم داد. از ظاهر خانه به نظر می رسید که خانه ای به مراتب محقر باشد. با کلید در را باز کرد و دعوتم کرد. داخل رفتیم. شمع را که روشن کرد به درستی حدسی که زده بودم پی بردم. خانه کوچک، اتاقی حقیرانه با یک تخت خواب چوبی، یک میز کوچک که رویش یک شمع و یک قلمدان و چند کاغذ پاره بود، یک کتابخانه کوچک پر از کتاب‌های ادبی و تعدادی خنزر پنزر دیگر. اینجا بود که دریافتم او به راستی شاعر یا نویسنده است. شنیده بودم نویسندگان خوب فقیرند، ولی تا آن زمان با چشم خود ندیده بودمشان. کمی که اتاق را برانداز کردم گفت خوش آمدی رفیق. گفتم تو به راستی یک هنرمندی و من بی هنر نمیدانم چطور با تو دوست شدم. به هر حال برای من افتخاری است وصف ناشدنی. هر دو نشستیم روی لبه تخت. سر بحث را باز کردم. ادگار، تو شبها می نویسی یا روزها؟ اشاره به میز کرد و گفت هر وقت او بگوید. راستی من هیچ چیزی برای پذیرایی از تو ندارم. باید ببخشی. البته یک چیزی دارم که... رفت و از گنجه اتاقش یک بطری و 2 جام آورد. گفتم ادگار، فکر نمی کنی در الکل زیاده روی می کنی؟ بطری را برداشت و در جامها سرازیر کرد و گفت الکل نیست، شراب ناب است، شراب شیراز. سالها پیش یکی از همسایگانم از فرانسه برایم آورد. من هم گذاشتمش برای امشب. با تعجب گفتم امشب؟ مگر تو می دانستی من امشب خواهم آمد؟ دوست من این شراب را گذاشته بودم تا وقتی دوستی به خانه‌ام آمد از او پذیرایی کنم و تو اولین دوست مهمان منی. این را گفت و جام خودش را سر کشید. من هم چنین کردم و به حق که شراب بی‌نظیری بود. شب از نیمه گذشته بود و ما همچنان سرگرم گپ و گفتی دوستانه بودیم. از او پرسیدم برای چه در جای استخدام نمی شوی که زندگیت سر و سامانی بگیرد؟ گفت چه کسی به یک دائم الخمر کار می دهد؟ گفتم خب چرا اینقدر می خوری؟ گفت این پناهگاه من است.
اگر به عالم مستی و بیخودی هم راهم ندهند دیگر کجا را دارم بروم؟ تو از زندگی من چه می‌دانی؟ چیزی نداشتم بگویم. سکوتی محض همه جا را فرا گرفت. ناگهان صدای برخورد چیزی به در شنیده شد. چنان پوتین گزمه‌های مست که از روسپیخانه باز می‌گردند. اول فکر کردم دچار توهم شدم، ولی دیدم خود ادگار هم از جا پرید و به سمت در رفت و آن را باز کرد. ولی انگار هیچ کس نبود. در را بست و بازگشت. هنوز نیمه های راه بود که باز همان صدا آمد. او دوباره رفت در را باز کند. من هم رفتم نزدیکتر ببینم جریان چیست. در را که باز کرد ناگهان زاغی به رنگ شب تیره پر زنان وارد اتاق شد و رفت روی لبه داخلی در نشست. بالهایش را 3 بار محکم به هم کوبید و پرهایش در هوا معلق زنان به رقص در آمدند. یکی از پرها هم به سمت من آمد. آن را گرفتم و در جیبم جا دادم. زاغ سیاه و شوم بر جایگاه رفیع خود در اتاق پو جا خوش کرده بود. ادگار به گونه‌ای مسخ شده بود و هیچ واکنشی نداشت. تنها به او می‌نگریست و جمله‌هایی می‌گفت که فکر می‌کنم شعر بود، چون آهنگ دلنوازی داشت. ای شوم بدشگون به جا مانده از قدیم، ای زاغ تیر رنگ شب هجر و ترس و بیم. من هم بی اختیار جلو رفتم. رو در روی زاغ ایستادم و به چشمهایش خیره شدم. چشمهایش چشم نبودند، چاه‌هایی بودند که تا ابدیت ادامه می‌یافتند. چاه‌هایی تاریک و سرد مثل حکومت‌های استبدادی خاورمیانه. خیره در آن نقطه‌های سیاه براق فقط یک چیز را دیدم. چهره‌ای از یک مرد که لحظه لحظه به مرگ نزدیکتر می‌شد. مردی که سردرگم بود. سرگشتگی و حیرت سراپای وجودش را فرا گرفته بود. فریاد برآوردم: این کیست؟ پاسخ داد: دیگر هیچ. احساس کردم نیروی ناشناخته و نامرئی از ته چشمانش هستی مرا به درون خود می کشد و می بلعد. خواستم نگاهم را از او بگیرم و دور شوم، ولی بیفایده بود. قدرتی عجیب حتی پلک زدن را برایم محال کرده بود. نمیدانم چقدر طول کشید. 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، 1 سال. نمیدانم. فقط میدانم چشمهایم بسته شدند و وقتی آنها را باز کردم پو از آنجا رفته بود. ادگار آلن پو برای همیشه از آن خانه لعنتی رفته بود و من وارث و صاحب آن شده بودم. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. آرزو. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com. وقتی برای اولین بار آرزوهایم را به گور بردم، گور دهان بست و با بیمیلی و خشونت گفت: چه خبرته بابا؟ من برای این همه آرزو جا ندارم. لااقل چند تاشو فراموش میکردی یا تو دنیا جا میذاشتی؟ آخه به منم فکر کن لعنتی. من فقط یه گورم، نه بازار سید اسماعیل. بعد با لحنی تهدید آمیز و آمیخته با یک خشم فروخورده و کینه‌دار ادامه داد: الان دهنمو میبندم تا برای همیشه گورتو گم کنی و سرگردون بشی، پسره بلند پرواز جوگیر. این را گفت و هی باریک و باریکتر شد و به سبک گورهای روحانیون و ثروتمندان تنگ و تنگتر شد
تا جایی که فقط یک خط باریک و شکاف مانند روی سینه سرد و خشک گورستان باقی ماند. بعد هم با خارج شدن کلمه خداحافظ و البته مقداری گرد و خاک به طور کل محو و ناپدید شد. انگار نه انگار که چیزی اینجا بوده. از آن روز به بعد من گورم را گم کردم و یک ولگرد به تمام معنا شدم. با انبوهی از آرزوهایی که هیچ کدامشان به حقیقت نپیوسته بودند. راستش خیلی هم بد نبود. هیچ چیز نداشتم. نه پولی، نه خانه‌ای، نه دوستی، نه زن و فرزندی. ولی یک چیزی داشتم که همه اینها را شامل می شد. یک چیز خیلی ارزشمند و مهم. ارزشمندترین دارایی هر انسان. چیزی به نام آرزو. آرزوهایم همیشه با من بودند. یکی یکیشان را می شناختم و با هم دوست شده بودیم. پیرترینشان آرزوی بزرگ شدن بود. 30 سال از عمرش می گذشت. ولی خیلی شکسته تر از سنش بود و 50-60 ساله به نظر می رسید. رنگ و رویی نداشت و آثار چین و چروک خطوط چهرهش را مرتبط کرده بود. چشمهایش قهوه‌ای سوخته بود و گیسوهای پریشان و کمپشت و لب شکری داشت. از همه باوفاتر بود، ولی کم کم داشتم ازش خسته می شدم و سعی می کردم گاه و بیگاه آرزوهای جوانتر و خوشبر و روتری جایش بیاورم. بالاخره من هم آدمم و دل دارم. آرزو هم بر جوانان عیب نیست. یکی دیگرشان این بود که خیلی کم سراغم می آمد، ولی همیشه رد پایش را می دیدم و حضورش را در کنارم احساس می کردم. چشمهای سبز و درشت داشت و موهای خاکستریش با یک موگیر سفید رنگ به هم تنیده می شدند. او آرزوی خوشبختی بود و خیلی هم شیک و با کلاس بود. بسیار امروزی و مدرن لباس می پوشید، ولی همیشه مورد سوء استفاده قرار می گرفت و دردسرش برای من بود. آرزوی سراپا سبز بددهان و بیشعور و معتادیم همیشه دور و برم می پلکید که از قرار معلوم آرزوی پول بود. بقیه‌شان را چندان جدی نمی گرفتم، چون تعدادشان آنقدر زیاد بود که فرصت شناختنشان را هم به سختی داشتم، چه برسد به دوستی جدی. آن روز هم که به گورستان رفته بودم تمام اینها را با خود برده بودم. مانند سردار خیانتکاری که لشکر خود را به عمد در کام دشمن میبرد، من هم میخواستم همه اینها را به دوست قدیمیم جناب گور بدهم که قبول نکرد. یک روز صبح وقتی روی نیمکت پارک ملت از خواب بیدار شدم و طبق معمول بعد از اینکه چند دقیقه روی نیمکت نشستم و به زمین خیره شدم، شروع به قرولند کردم و سراغ آرزوها را گرفتم. ولی هیچ کدامشان را نیافتم. همه جا را گشتم و برانداز کردم، ولی بیفایده بود. همگی ناپدید شده بودند. در اثر حادثه نامعلوم غیب شده بودند و یا شاید هم مرا ترک کرده بودند. هزار فکر جور و جور هم به سراغم آمد. نکند من را یک ناتوان و بی عرضه می دانستند که توان برآورده کردنشان را ندارم. نکند از اول مال من نبودند و به اشتباه آنها را دور و بر خودم جمع کرده بودم و حالا به سراغ صاحب اصلیشان رفتند. نکند جناب کور دزدکی برایشان دعوتنامه فرستاده و آنها را در کام خود کشیده. غرق در این افکار بودم که ناگهان صدای پایی را شنیدم که هی نزدیکتر می شد. سرم را که چرخاندم موجودی سراپا سفید و خوش هیکل دیدم که زیر نور آفتاب بامدادی که تازه داشت در دل هوای دود زده و خفه شهر شکاف ایجاد می کرد، با کرشمه و خرامان به من نزدیک می شد.
نزدیک که رسید ایستاد و لبخندی ملی صورتش را مهربانتر از پیش کرد. گفتم تو کی هستی؟ یک قدم نزدیکتر شد و چشم در چشمانم دوخت و گفت رفتند. گفتم کیا؟ رفتند. ادامه داد آنها برای همیشه رفتند و از امروز من مهمان، دوست، یاور و همراه همیشگی تو خواهم بود. دستش را هم برای دست دادن دراز کرد. ناخودآگاه با او دست دادم و همانطور که دستم در دستانش بود پرسیدم شما؟ نگاهش را از روی سینه‌ام بالا کشید، به چشمهایم خیره شد و گفت من هم آرزو هستم. آرزوی مرگ. مجله اینترنتی آوای گوش تقدیم می‌کند. گور. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com چشمهایم را باز کردم. چیزی ندیدم. تنها چیزی که جلوی چشمم ظاهر شد سیاهی غلیظ و متراکم بود که تا ابدیت ادامه می‌یافت. نفس کشیدن برایم سخت بود. مقداری خاک در چشم و گوشم رفته بود و دانه‌های زمخت شن را لابلای پلک‌هایم حس می‌کردم. انگار که با میخ‌های کوچکی سفیده چشمم را به استخوان جمجمه‌ام جوش داده باشند. خواستم دستم را بالا بیاورم تا چشمم را پاک کنم ولی نتوانستم. فکر کردم بهتر است بنشینم تا ببینم چه بلایی بر سرم آمده و کجا هستم. ولی کوچکترین حرکتی برایم ممکن نبود. هنوز چند ثانیه بیشتر نبود که بیدار شده بودم ولی احساس خفگی می کردم. قدری تقلا کردم و تنها چیزی که دستگیرم شد این بود که من زنده به گور شدم یا هم زیر آوار یک زلزله مهیب ماندم. سعی کردم به یاد بیاورم که چه شده و کجا بودم ولی بیفایده بود. کوشیدم پایم را تکان بدهم ولی ممکن نبود. ضربان قلبم چند برابر شد. انگار کسی از داخل سینه‌ام به دیواره آن لگد می‌کوبید. ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفت. چیزی که عجیب بود این بود که نه به آیین پدرم در تابوت بودم و نه به آیین مادرم در کفن پیچیده شده بودم. نتیجه گرفتم که مرا دفن نکردند. پس یا زلزله‌ای مرا آوارگیر کرده و یا جای دیگری زنده به گور شدم. ولی چگونه؟ چه کسی ممکن است این بلا را بر سرم آورده باشد؟ من که دشمنی ندارم. البته به جز همسایه بالایی من که به خاطر دعوای آن روز همچنان به خون من تشنه بود و قسم خورده بود که مرا خواهد کشت. ولی او که عرضه این کارها را ندارد. خب شاید دستیار استخدام کرده باشد. بله، همان دوتا مرد مشکوک و درشت هیکلی که هر روز سر کوچه می دیدم. این نامردها بالاخره کار خودشان را کردند. ولی نه، آن مردک خسیس معتاد زنباره عقلش به این چیزها نمی رسد. پول آن را هم ندارد که جنایتکار استخدام کند. اصلاً مال این حرفا نیست. هوای تنفسیم تمام شده بود و این فکرهای سمج هم رهایم نمی کردند. داشتم رسما جان می کندم. قاعدتاً هیچ امیدی نبود. ولی من از بدو تولد با یک بیماری عجیب به دنیا آمده بودم. بیماری امید. هیچ وقت امید را از دست نمی دادم، حتی در بدترین شرایط.
این بار هم این امیدواری همراه هم بود و نمیگذاشت دست از تلاش بردارم و تسلیم شوم. لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شدم. در آستانه خفگی کامل بودم و ناخودآگاه نفس می کشیدم و خاکهای دور و برم را به دهانم می کشیدم. بدون هدف و با تمام نیروی موجود در ماهیچه هایم به بالا فشار می آوردم. سر و زانو و دست را به سمتی که حدس می زدم باید سطح زمین باشد فشار می دادم و بینی و چانه‌ام را در لابلای خاکهای فشرده جلو می بردم. احساس می کردم به یک موش کور مبدل شدم و حرکات آن را تقلید می کنم. ضربان قلبم شدیدتر و فاصله بین تپش‌ها بیشتر شده بود. به وضوح خفه شدن و مرگ قریب الوقوع را حس می کردم. صدای گوشخراش قدم‌های مرگ را می شنیدم که نزدیک و نزدیکتر می شد. ولی یک دفعه خنکای لذت بخشی را نوک بینیم حس کردم. انگار که به فضای باز راه پیدا کرده باشم. حدسم درست بود. می توانستم نفس بکشم و بوی خون بینی زخمیم را استشمام می کردم. سرم را بیشتر به بالا فشار دادم و موفق شدم تا سر و گردنم را از خاک بیرون بکشم. حس عجیبی داشتم. مانند کسی که بعد از یک عمر زندگی در خاورمیانه راهی به سوی اروپا می‌یابد. اطراف را که نگاه کردم فقط چند چیز را دریافتم. غروب آفتاب دقایقی پیش صورت گرفته بود. من به سوی غرب می‌نگریستم. در یک بیابان نزدیک شهر قرار داشتم و البته اینکه هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. اثری هم از زلزله نبود و همه جا امن و آرام بود. ولی جای پاهایی روی خاک و گل اطراف من بود که احتمالاً متعلق به همانهایی بود که مرا زنده به گور کرده بودند. نور کم بود. ولی توانستم ببینم که نوک کفش‌ها تیز و تهشان بدون پاشنه بود. نه مردانه بود و نه زنانه. مهم هم نبود. من فقط میبایست خود را بیرون بکشم و به خانه بروم. ولی کدام خانه؟ خانه من یک جهنم واقعی بود. هر روز دعوا و نزاع‌های خانوادگی، گرسنگی و فقر مادی و فرهنگی. تازه چند روز بود که برق خانه من را هم قطع کرده بودند. جدایی از اینها من در کشوری استبداد زده زندگی می کردم که مردمانش حتی حق فکر کردن هم نداشتند. نگاه به تاریخ ساعتم انداختم تا ببینم چه روزی است. در تاریکی به سختی توانستم آن را ببینم و یادم آمد که فردای آن روز تاریخ باز پرداخت یک بدهی معوقه و سنگین هم بود و من هیچ پسندازی نداشتم. دوستی هم نداشتم تا از او کمک بخواهم. تنها درآمد من از راه نویسندگی بود که آن هم مدتها بود تعطیل شده بود، چون دیگر کسی کتاب نمیخواند. دل و دماغش را نداشت که بخواند. مردم همه تلاششان این بود که لقمه نان به دست آورند تا از گرسنگی نمیرند. در برزخ دو گور مانده بودم و نمیدانستم کدام طرف گور واقعی است. گوری که تا کمر در آن فرو رفته بودم و زجری 2-3 دقیقه‌ای را به آرامشی ابدی متصل می کرد، یا گوری که آرامشی چند دقیقه‌ای را به زجری جاودانه پیوند می داد. گور زیر پایم وحشتناکتر است یا آن که روبرویم انتظارم را می کشید؟ چند دقیقه‌ای در همان حالت به این مسئله فکر کردم و بعد تصمیم درست را گرفتم. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می کند. معما. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com.
همه چیز عادی به نظر می رسید. تازه از پشت میز تحریرم بلند شده بودم و خستگی کمرم از راه پاهایم به زمین می ریخت. ساعت 2:30 نصف شب بود و من مانند هر شب بعد از چند ساعت نوشتن به رخت خواب می رفتم. لباس خواب گشاد و خاکستری رنگی به تن داشتم و قدم زنان به تخت نرم و گرم اتاقم نزدیک می شدم. پیش از رسیدن به تخت چراغ را خاموش کردم و با 3 قدم در تاریکی خود را به تخت رساندم. روی لبه تخت نشستم. با کمک حس لامسه تخت خواب را برانداز کردم و رویش ولو شدم. تاق باز خوابیدم. پاها را شل و کمی از هم باز کردم. دستها را به اطراف بدن پراکندم و با چند نفس عمیق چشمها را بستم و منتظر شدم نقوش خواب و رویا در سیاهی زیر پلک‌هایم به هم بپیوندند. ولی یک دفعه صدای برخورد چیزی به پنجره اتاقم مرا تا سرحد مرگ ترساند. 3-4 ثانیه طول کشید تا ضربان قلبم عادی شد. از جا بلند شدم ببینم چه شده. در تاریکی پایم را روی زمین گذاشتم تا فاصله 3 قدمی بین تخت تا کلید چراغ را بروم. قدم اول و دوم را رفتم. ولی یک دفعه مثل کسی که از خواب بیدار می شود یادم آمد که من 1 هفته است به این خانه آمدم و اتاق من اصلاً پنجره ندارد. لرزشی عجیب زیر پوست سینه‌ام حس کردم و سرم کمی به عقب کج شد. مثل برق گرفته ها شده بودم و منگ بودم. پس صدا از کجا بود؟ احتمالاً خواب دیده بودم. کمی آرام شدم. 1 قدم به عقب برداشتم تا به تخت خوابم برگردم. ولی باز همون صدا آمد. با خودم گفتم حتما صدا از بیرون است. به رخت خواب برگشتم و روی لبه اش نشستم و بعد از اینکه از آرام بودن اوضاع مطمئن شدم دراز کشیدم. هنوز گردنم به طور کامل روی بالش مستقر نشده بود که باز همون صدا آمد. ولی این بار محکمتر و واضحتر بود. بلند شدم. سر جایم نشستم. ضربه بعدی درست روی قلبم خورد و تپش‌های پی در پی و وحشتناکی در سینه‌ام ایجاد کرد. چون این بار منبع صدا را دریافته بودم. اتاق من هیچ پنجره و شیشه‌ای نداشت و تنها قطعه شیشه موجود در اتاق من آینه قدی و بلندی بود که روی کمد زمخت اتاقم تعبیه شده بود. صدا از آینه می آمد و با هر ضربه‌ای موجی از وحشت و اضطراب در تن من ایجاد می کرد. پاهایم بی‌حس شده بودند و توان تکان دادنشان را نداشتم. بدنم سرد و کرخت شده بود و حال عادی نداشتم. ناخودآگاه فریاد کشیدم. ولی از صدای فریاد خودم بیشتر ترسیدم. صدایم انگار در داخل فضای خالی و کوچکی میپیچید. مثل اینکه در آسانسور باشم. با دست دهانم را محکم گرفتم. کف دستهایم را با آخرین توان ممکن روی لبهایم فشار می دادم که مبادا ناخودآگاه فریاد بزنم. از انعکاس صدای خودم وحشت داشتم. نفسم تنگ شده بود و انگار وزنه‌ای روی سینه‌ام گذاشته بودند. ولی هیچ راه چاره‌ای نداشتم جز اینکه بلند شوم و چراغ را روشن کنم. هرچند همین فاصله چند قدمی تا کلید چراغ هم می توانست برای من چند ساعت طول بکشد. پاهایم کرخت و فلج شده بودند و صدای ضربه های آینه هم کمی کمتر شده بود.
چند بار دیگر هم برایم پیش آمده بود که صدای خشخش برگ درخت و یا صدای برخورد تنه گربه‌ای با در اتاقم مرا تا این حد ترسانده باشد. ولی آیا ممکن بود گربه‌ای در حال ضربه زدن به آینه باشد؟ هرچه بود تا چراغ را روشن نمی کردم چیزی دستگیرم نمی شد. هیکل سنگین و لرزانم را به لبه تخت رساندم و پاها را یک باره روی زمین گذاشتم. با 3 قدم بزرگ خود را به کلید چراغ رساندم و کورمال آن را روشن کردم. جرأت اینکه سرم را برگردانم نداشتم. چون اگر گربه‌ای بود میبایست الان که چراغ روشن شده فرار میکرد و من میدیدمش، ولی هیچ تکانی در اطرافم حس نکردم. صدای ضربه ها قطع شده بود. با خیالی راحت تر برگشتم، نگاهی به آینه انداختم. هیچ چیزی کنارش نبود. خودش هم سالم و عادی به نظر می رسید. ته دلم قرص شد. با قیافه‌ای مغرور و کمی خجالت زده از وحشت بیموردم رفتم جلو و در کمد را محکم باز کردم تا شاید منبع صدا را داخل کمد بیابم. با ضربه ناگهانی درش را با غرور و هیجان باز کردم. آینه روی آن به میز کنار اتاقم خورد و صدای شکستنش مثل شیشه خورده در گوشهایم فرو رفت. عصبانی و دلخور از شکسته شدن آینه قدی و قدیمیم در کمد را بستم و برای برانداز خسارت روبرویش ایستادم و به آن خیره شدم. چیزی که می دیدم عجیب و ترسناک بود. ترسی بود که کیف داشت. آینه کاملا شکسته بود و به زمین ریخته بود. فقط قابش به در کمد آویزان بود، ولی خالی نبود. درون قاب آینه جوانی قد بلند و سبزه ایستاده بود. در حالی که لباس خاکستری رنگ به تن داشت، مشخص بود که زندگی عادی ندارد. پشت سرش یک اتاق بزرگ بود، با همه جور امکانات و تجهیزات لازم برای یک زندگی مرفه به چشم می‌خورد. زنی میان سال دم در اتاق ایستاده و با دقت به او نگاه می‌کرد. از طرز نگاه و سن و سالش میشد حدس زد که مادرش باشد. جوان روبروی من ایستاده بود. به چشمهایم خیره شد و با دستمالی در دست انگار داشت شیشه‌ای که ما بین ما بود را تمیز می‌کرد و گاهی ضربه‌ای نیز به آن می‌زد. صدای این ضربات برایم آشنا بود و دقیقاً همانهایی بود که چند دقیقه پیش مرا تا مرز مرگ ترسانده بود. ولی این بار ترس نداشت. فقط برایم جالب بود و حس کنجکاویم را برانگیخته بود. هضم ماجرا برایم کمی سخت بود. انگار این افراد و اتاق را سالهاست می شناختم و برایم جذاب بود. با کمی دقت وقتی متوجه شباهت غریب جوان قد بلند در آینه با خودم و زن میان سال خیره به او با مادرم شدم، به همه چیز پی بردم. انگار به من الهام شده بود. مثل عارفی که یک دفعه به ژرفای یک کشف و شهود میرسد، ترس و کیف عجیبی در عمق دلم احساس کردم. چراغ را خاموش کردم و به رخت خواب برگشتم. ولی تا الان که 40 سال از آن شب می‌گذرد، هر شب به این اندیشیدم که آیا او تصویر داخل آینه من بود یا من تصویر داخل آینه او هستم؟ مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. شک. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com
مثل هر روز جیک جیک گنجشک هایی که در دیوار روبروی اتاقم لانه داشتند بیدارم کرد. طبق معمول هم هیچ انگیزه و علاقه‌ای برای سرحال آمدن و از رخت خواب جدا شدن نداشتم. با خودم تکرار کردم: چه صبح زیبایی، چه روز دلانگیزی. بیفایده بود. دوباره سرم را زیر ملفه بوگندوی خودم فرو کردم و سعی کردم بخوابم و ادامه خواب شیرین دیشب را ببینم. پیش از بیدار شدن داشتم خواب می دیدم که با معشوقه‌ای زیبا و مهربان در رخت خوابی گرم و نرم خوابیدم و مراحل آغازین یک عشقبازی رویایی را می گذرانم. ولی یکهو این گنجشک‌های بی محل از خود راضی با عشقبازی‌های خود رویاهایم را ربودند. چشمهایم را روی هم فشار می دادم و صحنه‌های خواب را هی جلوی چشمم تداعی می کردم. ولی بیفایده بود. خواب به کلی از چشمانم دور شده بود. مثل هر روز بی اختیار شروع به غلط زدن در رخت خواب کردم تا زمان را بگذرانم. ولی این بار اتفاقی افتاد که یک دفعه تپش قلبم را تا سرحد انفجار این پمپ گوشتی بالا برد. اولین غلط را که زدم دستم به چیزی برخورد کرد. هیکلی غریب در رخت خواب کنار من بود. هیکلی گرم که با اولین تماس دستم متوجه وجود دست و گردنش شدم. من همیشه تنها زندگی می کردم و محال بود کسی بی اجازه به رخت خوابم آمده باشد. یک لحظه یادم افتاد که چند مدتی بود تمرینات مدیتیشن و مراقبه و مثبت اندیشی های زیادی می کردم و سعی در ارتباط با کائنات و کشف و شهود الهی داشتم. من به شدت به قانون جذب ایمان داشتم و هر شب و هر لحظه با جملات تأکیدی می‌کوشیدم چیزهای مورد علاقه ام را جذب کنم. هر چه کتاب نگرشی و روانشناسی در بازار بود را خوانده بودم و هر کتاب تازه‌ای که بیرون می‌آمد بیدرنگ به قفسه کتابخانه اتاقم اضافه می‌شد. مثبت اندیشی و شکرگزاری جزو لاینفک زندگی من بود. و همین باعث شده بود که بتوانم همیشه در آرامش بیکرانه زندگی کنم و با جیک و جیک پرندگان از خواب بیدار شوم. گرچه گاهی اول صبح یادگاری های کریه گذشته اسفناک و روزهای ناآرامم گریبانم را می گرفت. ولی هرگز به خودم اجازه شک نداده بودم و همین رمز موفقیت روز افزونم بود. چند باری افتخار ملاقات با نویسندگان نام آوری مانند برایان تریسی هم نصیبم شده بود که افتخارش تا آخر عمر برایم کافی بود. چند ماهی بود که کلاس‌هایی با نام نهضت عصر نوین را انداخته بودم و خوشبختانه با نیروی جذب و کمک کائنات همواره مملو از شاگردان مشتاق و مستعد بود. ولی اینها دلیل این نمی‌شد که نیازهای اولیه انسانی خود را از دست داده باشم. خوشبختانه با کمک کائنات توانسته بودم ثروت و آرامش زیادی جذب کنم. 6 عنوان کتاب روانشناسی هم منتشر کرده بودم که برایم شهرتی بسیار به همراه آورده بود. ولی نیاز به روابط جنسی و معاشقات را همواره بیشتر در خود حس می کردم و تنوع طلبی عجیبی در من تولید شده بود. از شما چه پنهان؟ چند روزی بود تمام نیروی جذب و کائنات را برای جذب معشوقی خاص با ویژگی‌های مورد نظرم به کار گرفته بودم. یکهو جرقی در ذهنم زد و قلبم را مشعوف کرد. این هیکل انسانی در رخت خواب من بیگمان همان معشوقی است که از کائنات طلبیده بودم و بالاخره نیروی جاذبه کار خودش را کرده بود و من ایمانم را بی خودی صرف چیزی نکرده بودم. دروغ نبود. به راستی او اینجا بود و من فقط نیم متر با او فاصله داشتم. شک نباید به دلم راه یابد.
ولی چرا بی اجازه به رخت خوابم آمده بود؟ شاید فاحشه بود. لبهایم را محکم به هم فشار دادم و نوک ناخن انگشت سبابه‌ام را محکم در گوشت کنار ناخن شستم فرو کردم و با خود تکرار کردم: قضاوت نکن، قضاوت نکن. مثل همیشه توانستم از وسوسه ویرانگر قضاوت رها شوم و فکرهای مثبت را در ذهنم جایگزین کنم. من زندگی دوگانه‌ای داشتم. از طرفی ایمان عمیق به کائنات و نیروهای ذهن مرا به استاد مسلم و نام آوری تبدیل کرده بود و از طرفی هم گاهی فکری از ذهنم می‌گذشت که می‌گفت داری عمرت را هدر می‌دهی و خود را از همه لذت‌ها محروم کرده ای. این فکرهای زودگذر و منفی خیلی زود با افکار مثبت و زیبا جایگزین می‌شدند. ولی همیشه ردی از آن در روحم رسوب می‌کرد. بدخلقی‌های امروز صبح هم احتمالاً به خاطر همین بود. این فکر و خیال‌های غلط و شک و منفیات را به کل بیرون ریختم و با احساس لذتی که مثل قلقلک ته دلم را نوازش می‌داد آماده بودم تا یک روز رویایی را در کنار محبوب همیشه خواستم آغاز کنم. محبوبی که حاصل تلاش‌های مکرر خودم و کمک نیروهای کائناتی بود که ذره شک را جایز نمی‌دانست. خیلی آهسته و پاورچین خود را از زیر ملافه بیرون کشیدم و 4 زانو کنار بالشم چون پاتمه زدم و به هیکل محبوبم خیره شدم. او خیلی آرام نفس می‌کشید و انگار که به خواب عمیقی فرو رفته و در رویاهای زیبایی غوطه‌ور بود. خوابی که انگار چندین سال در آن غرق بوده. این را از موجه‌های بلند و در هم فرو رفته‌اش میشد فهمید. هرچند صورتی سرد داشت و برعکس آرامش و انرژی زیادی به من میداد. چهره‌اش چنگی به دل نمیزد. ولی حدس زدم که احتمالاً چون خواب است و آرایشی به صورت ندارد اینگونه به نظر می رسد. کمی توی ذوقم خورده بود ولی شک و قضاوت را جایز ندیدم. همینطور که 4 زانو نشسته بودم با حرکت دادن رانهایم خود را جابجا کردم و به او نزدیکتر شدم. روی هیکلش خم شدم و به دقت او را برانداز کردم. چهره‌ای صاف و بی لک داشت. گوش‌های کوچک که لاله‌هایش به انتهای سرزمین صورتش چسبیده بود. چشم‌های احتمالاً درشتی که زیر پلک‌های نازکش مرتب تکان می‌خوردند و نشان از عمق خواب او داشتند. بینی متوسط و لب‌های گوشت آلود و دهانی بزرگ صورتش را به چانه‌اش متصل می‌ساختند. آرام نفس می‌کشید و قفسه سینه‌اش با هر نفس بالا و پایین می‌شد. قدی متوسط و لاغر اندام داشت. نخواستم زیاد براندازش کنم. می‌ترسیدم وسوسه قضاوت به سراغم بیاید. چیزی که عجیب و کمی ترسناک به نظر می‌رسید این بود که هیکل او که قاعدتاً باید 50 تا 70 کیلوگرم وزن داشته باشد، کوچکترین فرو رفتگی محسوسی در تشک زیرش ایجاد نکرده بود و انگار که او اصلاً وزنی نداشت. کم کم داشتم می‌ترسیدم که نکند روح باشد. به ویژه که چند روز پیش در یک جلسه احضار ارواح هم شرکت کرده بودم و استاد مرا مستعد احضار روح دانسته بود. نوک انگشت سبابه‌ام را به شکمش زدم تا مطمئن شوم جسم دارد. انگشتم از بدن او رد نشد. او واقعا جسم بود. پس چرا وزنی نداشت؟ تماس 1 ثانیه‌ای نوک انگشتم با او جدایی از اینکه روح نبودنش را به من نشان داد، حس عجیب و شوقی مانند عاشق شدن را در من تولید کرد. انگار او برایم خیلی آشنا بود. نه، انگار که همه عمرم من با او خوابیده بودم.
او هر شب در رخت خواب من بوده و من او را نمی دیدم. در یک چشم برهم زدن حسی در من تولید شده بود که دل کندن از او برایم غیر ممکن می نمود. دوباره رویش خم شدم و به صورتش خیره شدم. این بار صورتش هم برایم آشنا می آمد. بند روح و تنم با تمام وجود او را می طلبید. اصلاً انگار ما یک روح بودیم در دو بدن. او من بود و من او بودم. کاش بیدار می شد. دوست داشتم بیدارش کنم. ولی تمام باورهای روانشناسی و احساسات کائناتیم می گفت که نباید چنین کنم. او نباید بیدار شود. ولی با این عشق و میل جگرسوز چه کنم؟ نیروی دیگری در من تولید شده بود که از من می‌خواست او را بیدار کنم. مچ دستش را گرفتم و به امید بیدار شدنش در دستم نگه داشتم. ولی بیفایده بود. هرچه صبر کردم بیدار نشد. مچش را رها کردم و آرام با انگشتانم چشمانش را باز کردم. چشمان درشت و قهوه‌ایش از زیر موجه‌های بلند و هلالیش هویدا شد. معلوم بود چیزی نمی‌بیند. خواب بود. با دست روی شکمش ضربه زدم. باز هم اثری نکرد. فقط نفسهایش طولانی تر شد. یک دفعه فکری به ذهنم رسید. ظرف آبی که هر شب بالای سرم می‌گذاشتم را برداشتم و بالای سرش گرفتم تا روی صورتش خالی کنم. ولی باز ایمانم نمی‌گذاشت او را بیدار کنم. دلم می‌گفت انگار او نباید بیدار می‌شد. ظرف آب را کنار گذاشتم و دوباره به صورتش خیره شدم. من همه عمرم به یک معجزه نیاز داشتم. شاید او همان معجزه موعود من بود. من او را می‌خواستم. کیفی وصف نشدنی از او در من تولید شده بود. باید به هر قیمتی بیدار می‌شد. حتی به قیمت لغزش از اصول ایمانم. کم کم شک و تردید داشت در سوراخ سنبه‌های روحم نفوذ می‌کرد. موجودی نامرئی و ناشناخته در جمجمه‌ام فریاد می‌کشید: بیدارش کن. در یک لحظه نمی‌دانم چه شد. فقط می‌دانم نیروی فوق‌العاده در ماهیچه‌های من به حرکت درآمد. بی اختیار ظرف آب را برداشتم و یک دفعه روی صورت او خالی کردم. در رخت خواب همیشگی خودم بیدار شدم. در حالی که نفس می زدم، تمام سر و گردن و سینه‌ام خیس بود. کمی آب در گوش و بینیم رفته بود و حال کسی را داشتم که توسط نجات غریق از عمق دریای مهلک رهایی یافته است. چشمهایم را خشک کردم و به اطراف نگاه کردم. اتاق خودم بود. مردی که پیدا بود لبخندش مصنوعی است پرسید: شما روح هستید؟ گفتم: روح وجود خارجی ندارد عمو جان. نگاهم به کتابخانه‌ام که درست روبرویم بود افتاد. انگار چشمانم هنوز خیس بود و دیدم تار بود، چون تمام کتابهایم را زرد می دیدم. سرم را به طرف آن مرد غریبه برگرداندم تا ببینم کیست و در رخت خواب من چه می کند. ولی او ناپدید شده بود. چشمانم را خشک کردم و بلند شدم. همه چیز عادی به نظر می رسید. ولی کتابخانه‌ام همچنان زرد بود. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می کند. مهمان، نویسنده آبتین پوریا، راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com این عادت او بود که وقتی من از جلوی مغازه‌اش رد می شدم با صدای بلند سلام می کرد. من هم همیشه با برداشتن کلاهم جوابش را می دادم. پیرمرد دوست داشتنی بود. از وقتی به یاد داشتم چهره متفکر او را پشت میز مغازه کوچکش دیده بودم، در حالی که مشغول مطالعه بود.
لب‌های بزرگ و گوشت آلودش انگار با غبغب درشتش ست شده بود و به چشمان کوچک و متفکرش که مردمک‌های ریزش خبر از عمق فکرهایش می‌دادند جور می‌آمدند. نامش را هرگز نفهمیدم. همه او را پدر خطاب می‌کردند، ولی من به او پدر جان می‌گفتم. همیشه وقتی حرف می‌زد حالتی مسخ مانند به خود می‌گرفت. نگاهش به روبرو خیره می‌ماند و در حالتی که انگار در فکری عمیق فرو رفته به سخنانش ادامه می‌داد. حدود 70 سال سن داشت. خرافاتی‌ها می‌گفتند او هرگز پیر نمی‌شود و کسی هم ندیده که بیمار یا رنجور شود. عاقل‌ترها می‌گفتند که او احتمالاً مردی است که فقط زیاد می‌داند و به همین خاطر از محیط اطراف دور و منزوی شده است. می‌گفتند هرگز ازدواج نکرده است، ولی صاحب 2 فرزند بود. سارا گربه لوس و بازیگوشی بود که همیشه زیر دست پدرجان نوازش می‌شد. مینا هم پرنده سخنگوی کوچکی بود که همیشه در قفسی بزرگ وراجی می‌کرد و صدای مشتریان مغازه پدرجان را تقلید می‌کرد و به محض رد شدن آشنایی از جلوی در مغازه بلند سلام می‌کرد. آن روز صبح هم من از سنگفرش جلوی مغازه او رد شدم، ولی هیچ صدایی نیامد. ناخودآگاه برگشتم و به داخل مغازه نگاهی انداختم. پدرجان پشت میزش نبود، ولی انگار مینا جان سر جایش در قفس لمیده بود. صدایش زدم: مینا، سلام، سلام. صدایی نیامد. از پدرجان هم خبری نشد. داخل رفتم. پاهایم را با احتیاط از روی اسباب اساسیه‌ای که دم در بود و شامل چند کلنگ، چکش، ماله، اره و چند گونی کوچک میشد رد کردم تا به آن سمت میز مغازه برسم. ولی رفتنم بیفایده بود، چون از پدرجان خبری نبود که نبود. هرچه صدایش کردم پاسخی نیامد. آب شده بود، به زمین رفته بود. آمدم دم در ایستادم بلکه او را در اطراف مغازه ببینم، ولی باز هم خبری نشد. نمیدانم چرا یکهو دلهره و اضطراب به دلم رخنه کرد و جدی نگران پدرجان شدم. شاید حالش به هم خورده بود. شاید سکته کرده بود. آخر سابقه نداشت در مغازه را باز بگذارد و جایی برود. دوباره به داخل مغازه برگشتم، ولی این بار به محض ورود متوجه چیزی شدم. بویی بسیار خوشایند و دلنواز در فضای مغازه پیچیده بود که تا آن لحظه متوجهش نشده بودم. قبلا هم برایم بسیار پیش آمده بود که بویی را به مدت طولانی استشمام کنم ولی متوجهش نشوم. مانند مواقعی که خوراکم روی اجاق گاز زغال میشد و با عین حال که بویش را میشنیدم متوجه آن نمیشدم. فکر میکنم همه اینجور هستند. بوی مطبوع مغازه پدرجان برایم آشنا نبود، ولی خیلی احساس خوبی در من تولید میکرد. دوباره رفتم آن طرف میز و نشستم روی صندلی پدرجان. عجب صندلی راحتی هم بود. پدرجان قد بلند بود و برای راحتی کار به زیر پایه‌های صندلی‌اش میله‌هایی جوش داده بود تا بالاتر بیاید. یک بالش کوچک هم رویش قرار داشت. خیلی حس خوبی بود نشستن روی این صندلی. کنارم میز مغازه بود که وزن یک تلفن سیاه قدیمی، یک جاسنجاقی کهنه، یک ماشین حساب عهد بوق و چند سکه را تحمل می‌کرد. بالای سرم یک قفس بود که مینا را داخلش حبس کرده بودند. طبیعی هم بود، چون مینا هم بسیار زیبا و محبوب بود و هم دختر بود و در قفس نبودنش خلاف تفکرات قرون وسطایی جامعه می نمود. داشتم با سکه های روی میز که انگار یک دفعه به حال خود رها شده بودند ور می رفتم که ناخودآگاه چشمم به مجله‌ای افتاد که روی زمین بود و انگار از دست یک مشتری افتاده بود
و از لای منفذ بین میز و اجناس کنار میز فرو رفته بود و کسی زحمت جابجا کردن میز و برداشتنش را به خود نداده بود. من هم که از بچگی معتاد مطالعه بودم، بیدرنگ دستم را لای منفذ فرو کردم. ولی باریک‌تر از آن بود که دستم را در خود جا دهد. ناچار شدم میز را کلاً جابجا کنم و مجله را بیرون بکشم. بدون بلند شدن از جایم زانوی راستم را زیر قسمت کشوی میز بردم و با فشار پنجه پایم روی زمین میز را بلند کردم و تا سرحد ممکن آن را جابجا کردم. دستم را دراز کردم و مجله را بالا آوردم. ولی یک دفعه چیزی از داخلش روی زمین افتاد. خودکار شیک و زیبایی بود. مجله و خودکار را روی میز گذاشتم. جنس کاغذ مجله، فونت و ادبیات نوشته روی جلد آن خیلی برایم تازگی داشت. انگار یک مجله تخصصی هنر بود. فکر کردم پیش از برگشتن پدرجان بد نیست کمی مطالعه کنم. بازش کردم. ولی انگار مجله زرد بود و سراسر آن عکس‌های تخیلی و داستان‌های فضایی اشغال کرده بود. منصرف شدم و آن را کنار گذاشتم. طبق عادت قدیمیم خواستم روی کاغذ باطله‌ای نقاشی کنم تا حوصله‌ام سر نرود. دفتر حساب پدرجان را از کشوی میزش برداشتم. 2 صفحه سفید را از میانش با دقت جدا کردم. همان خودکاری که روی زمین پیدا کرده بودم را هم در دست گرفتم. اول از هر چیز خواستم چند کلمه شعر بنویسم. خودکار را روی کاغذ گذاشتم و شروع به نوشتن کردم. ولی چیزی نوشته نشد. فقط چند لکه روی کاغذ افتاد. انگار خودکار خراب بوده و برای همین یکی آن را دور انداخته بوده و به جای اینکه به سطل آشغال زیر میز سقوط کند روی زمین افتاده بود. شبیه این حدس را درباره مجله هم زدم. احتمالاً یکی آن را به پدرجان داده بود تا برای بسته‌بندی پیچ و مهره‌های فروشیش از برگه‌هایش استفاده کند، ولی چون برگه‌هایش جنس خوبی نداشتن راهی سطل آشغال شده بود. با این حال بد ندیدم نگاهی به آن بیاندازم. به هر حال ضرری که نداشت. من هم بیکار بودم و هیچ چیزی برای مطالعه در مغازه به من نمی رسید. مجله را باز کردم و تون ورق زدم تا بالاخره به صفحه تاریخی و تحلیلی رسیدم که انگار موضوعش جدی بود. ولی حتی فونت این مقاله هم عجیب و غریب می نمود. مقاله هم خیلی بریده و کوتاه بود و تکه های مهمترش را جدا کرده بودند تا برای خواننده راحت تر باشد. شروع به خواندن بخش های جدا شده و مهمتر مقاله کردم ولی جذب آن نشدم. در جایی از دوران پیش و پس از اختراع دستگاهی سخن گفته بود که من هرگز حتی نامش را هم نشنیده بودم. یا در جایی گفته بود مردم فلان کشور تا 200 سال پیش همچنان به خونخوری عادت داشتند و حیوانات را می‌بلعیدند. در جای دیگری نوشته بود در زمانهای دور که هنوز در دریاهای زمین ماهی یافت میشد، حدس زدم باید نمایشنامه یا فیلمنامه و یا بازتاب پرفورمنسی هنری باشد. ناخودآگاه همان خودکار را برداشتم تا گوشه سفید مجله نقاشی کنم. همین که خودکار را روی کاغذ کشیدم خیلی روان و راحت شروع به کار کرد. خودکار خراب نبود و خیلی روان می نوشت. باز آن را روی کاغذ دفترچه حساب پدرجان امتحان کردم. به جز چند لکه تیره نصیبم نشد. کنجکاو شدم و نوک خودکار را با دقت بررسی کردم. هیچ غلطکی نداشت. نوکش را روی کاغذ مجله گذاشتم و با دقت به آن نگاه کردم. با صحنه عجیبی مواجه شدم. خودکار حدود 1 میلیمتر پیش از اتصالش با کاغذ مجله روی آن اثر می‌گذاشت و میشد به راحتی هرچه تمامتر با آن نوشت. علت روان بودن فوق‌العاده‌اش هم همین بود. کم کم قضیه داشت برایم جالب میشد. از طرفی هم نگرانیم برای پدرجان بیشتر شده بود. مجله و خودکار را روی میز رها کرده و به فکر فرو رفته بودم که یک دفعه صدای مینا رشته افکارم را پاره کرد.
مینا بلند داد میزد: شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ و بعد با لحنی که انگار لهجه خاصی داشت ادامه داد: نترسید. مأموریت شما به پایان رسیده است. لطفاً با ما بیایید. این جملات بند دلم را پاره کرد و تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که باید فوراً از پلیس کمک بخواهم. با عجله گوشی تلفن را برداشتم و شماره 3 رقمی پلیس را گرفتم. همینطور که گوشی بوق 440 هرتزیش را در گوشم فرو می کرد، چشمم دوباره به جلد مجله افتاد. این بار چیزی را دیدم که باید همان اول می دیدم، ولی از چشمم پنهان مانده بود. تاریخ و شماره مجله کنار جلد آن نوشته شده بود: شماره 173 28 فوریه 2682. چند ثانیه مثل برق گرفته ها خیره ماندم. درست مثل همان لحظاتی که پدرجان خیره می شد و حرف می زد. به خودم آمدم. گوشی تلفن را سر جایش گذاشتم، بلند شدم، لباسم را مرتب کردم. سکه های روی میز پدرجان را داخل کشو ریختم و درش را بستم. آخرین آدامس نعنای ته جیبم را در دهانم گذاشتم و زیر دندان لهش کردم. در آینه کنار در مغازه خودم را برانداز کردم و بعد از مطمئن شدن از خوب بودن سر و وضعم سود زنان به سمت خانه قدم برداشتم. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. آغاز. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com دست خودم نبود. از آسانسور می ترسیدم. شاید فوبیای تنگنا داشتم. شاید هم در دوران بچگی تجربه گیر کردن در آسانسور را داشتم. گرچه فراموش کرده بودم، ولی تهماندگی حس و حال وحشتناکش در ناخودآگاهم رسوب کرده بود. نمیدانم. هرچه بود من از آسانسور وحشتی جنون آمیز داشتم و هر بار که ناچار به استفاده از آن می شدم جانم به لب می رسید و آنقدر عرق می کردم که لباسهایم به تنم می چسبیدند و بوی گند آن آسانسور را بر می داشت. هر وقت که به این اتاقک منحوس و مخوف وارد می شدم حس کسی را داشتم که به اعدام محکوم شده است و صبح زود از خواب بیدارش می کنند. او نمی داند که قرار است اعدام شود یا یک روز دیگر هم نفس خواهد کشید. آن شب لعنتی هم دقیقاً همین حس را داشتم. تازه از پیاده روی طولانی که توفیق اجباری فقراست فارغ شده بودم و به آدرسی که در صفحه کاریابی روزنامه صبح چاپ شده بود می رفتم. آدرس را دکه‌دار دست و دلبازی در اختیارم گذاشته بود و من که توان خریدن روزنامه را هم نداشتم آن را با خودکار قرمز کف دست چپم یادداشت کرده بودم. بالاخره رسیدم. با کوله باری از خستگی و درد. آسمان خراش مرتفعی بود. دم در مکث کردم تا نفس تازه کنم. بعد آدرس را با باز کردن دست چپم بازنگری کردم و نگاهم را روی پلاک ساختمان میخکوب کردم. درست بود. با قدم‌های استوار از 5 پله دم در بالا رفتم و از درب اصلی وارد شدم. فضا تاریک بود. طبیعی هم بود چون شب شده بود. مثل همیشه دنبال پله گشتم تا به مدد ماهیچه‌های پا نیروی گرانش را تحقیر کنم و موجودیت آسانسور را به سخره بگیرم. به دنبال پله گشتم. آنجا یک فضای بزرگ و دایره‌ای بود که با آثار هنری زیادی تزیین شده بود. به جای اتاق سرایه‌داری هم تندیس یک زن و مرد غول‌پیکر درست روبروی در قرار گرفته بود. هرچه گشتم پله‌ای ندیدم. با خودم فکر کردم.
به این نتیجه رسیدم که ترس از اینکه بخواهم وارد آسانسوری بشوم از تحمل رنج گرسنگی و امتداد بیکاری سخت تر است. بعد از اینکه دوباره همه جا را دنبال پله گشتم و آن را نیافتم به سمت در خروج چرخیدم. با اکراه و ناامیدانه قدم‌های مرددم را به سمت درب می‌کشیدم و مثل یک مار دوپا می‌خزیدم که یک دفعه در انعکاس شیشه درب بزرگ آسمان خراش مارپیچ زیبای یک پله را دیدم. پله ها دو ردیف موازی بودند و با نور کمی روشن شده بودند. با خوشحالی وصف ناشدنی که فقط خودم میدانم چه اندازه بود برگشتم و مانند کودکی که در ازدحام بازار مادرش را گم کرده باشد به دنبال پله گشتم. ولی هرچه گشتم پله‌ای ندیدم. با سابقه‌ای که از بی‌دقتی و کم توجهیم به محیط اطراف سراغ داشتم و تجربه‌های توهم‌هایی که گاه و بیگاه مغز آسیب دیده‌ام را در می‌نوردیدند، دلسرد و ناامید دوباره به سمت درب خروج برگشتم. انعکاس پله را برای بار دوم در آن دیدم. مانند راصدی که دنباله‌دار کم نوری را یافته باشد حواسم را جمع کردم. با تنگ و گشاد کردن چشم کوشیدم تصویر پله ها را واضح تر کنم تا محل دقیق آن را کشف نمایم. تصویر فوکوس شده بود و پله را خیلی واضح می دیدم. دو خط موازی که تا ناکجا ادامه می یافتند. با خطوط موازی پرتعدادی به هم متصل شده بودند. پلکان تمیز، شیک و مدرن بود و با چراغ‌هایی به 4 رنگ تزیین شده بود. جاهایی از مسیر نورانی و واضح بود، در حالی که بعضی جاهای پله تاریک و کمسو به نظر می آمدند. با دقت زیاد محل احتمالی پله ها را که تقریباً پشت سرم قرار داشتند تخمین زدم. بعد با احتیاط و خیلی آهسته چرخیدم و از روی شانه به پشت سرم نگاه کردم. یکه خوردم. واقعا هم شوکه کننده بود. پلکان آنجا بود. درست همان جایی که چند دقیقه قبل تندیس‌های عظیم و جثه زن و مرد قرار داشتند. چطور آن را ندیده بودم؟ در حالی که درست مقابل دیدگانم قرار داشتند. با قدم‌های تند و استوار به سمت راه پله عزیز شتافتم و پله ها را 2 تا 1 کردم. 7 پله را که رفتم به منظره عجیبی برخورد کردم. آنجا تنها 8 پله قرار داشت و پله ها به بنبست می رسیدند. روبروی من یک دیوار بزرگ نمایان شد که به طرز خارق‌العاده‌ای پلکان خوشمنظره‌ای روی آن نقاشی شده بود. من انعکاس آن نقاشی لعنتی را دیده بودم. چطور ممکن است معماری تا این حد مردم‌آزار و بدسلیقه در جهان وجود داشته باشد؟ لعنت بر تو! روی پله 8 هم پا گذاشتم تا بر نقاشی عجیبی که تا این حد واقعی به نظر می رسید دست بکشم و از واقعی نبودنش مطمئن شوم. ولی همین که روی آخرین پله ایستادم، پله ها از وسط شکافته شدند و دیوار دهان گشود. آن دیوار نبود، در بود. در مخفی باز شد و اتاقی تاریک پیش چشمانم نمایان شد. طبق معمول نتوانستم بر کنجکاوی خود غلبه کنم و ناخواسته قدم‌های مستحکم و بی‌لرزشم را داخل اتاقک کذایی گذاشتم. صدای بسته شدن در را شنیدم و قلبم از ترس به تکاپو افتاد. بعد یک دفعه لامپ‌ها روشن شدند و دیدم که یک آینه قدی بزرگ روبرویم قرار دارد و خود هیجان زده و خسته‌ام را به رخم می کشد. 1 ثانیه بیشتر طول نکشید تا بفهمم داخل یک آسانسور هستم. به سرعت عرق کردم و مرحله چسبندگی لباسها به بدنم را که همراه با استشمام بویی متعفن بود را رد کردم.
ضربان قلبم تند شده بود و نمیدانستم باید چه کار کنم. وقتی به چهره خودم در آینه قدی آسانسور نگاه کردم، از ترسو بودنم خجالت کشیدم. این ترس لعنتی که از بچگی با من همراه شده بود، سد راه خیلی از پیشرفت‌هایم شده بود. بارها مانع رسیدنم به کار مورد علاقه و تحصیل و حتی عشق بازی‌هایم شده بود. در دلم ترس زیادی بود، اما نه به اندازه‌ای که بار سنگین شرم را به دوش بکشد. خجالتی که از خودم می‌کشیدم بیشتر از آن بود که آمیگدال عزیز فرمان گریز بدهد. کمرم را راست کردم و پیروزمندانه وسط اتاقک فلزی آسانسور ایستادم. با اعتماد به نفس مشتم را باز کردم تا ببینم باید به طبقه چندم بروم. ولی همین که نگاهم به کف دست عرق کردم افتاد، بند دلم پاره شد. عرق آدرس را پاک کرده بود و فقط یک کف دست سرخ رنگ برایم باقی گذاشته بود. با دلخوری دستم را به دیواری آسانسور مالیدم تا آن را کثیف کنم و بعد از خالی کردن دق و دلیم به خیابان برگردم. به محض تماس دستم با دیواری نرم و عجیب اتاقک سبک شدم. آنقدر سبک که حس کردم 1/5 از وزنم از دست رفته است. آسانسور شروع به حرکت کرده بود و مرا به پایین می برد. مانند کسی که با جن یا قاتل خونخوار خودش روبرو شده است، به گوشه اتاقک آسانسور چسبیدم و وحشت زده به عکس خودم، آینه‌ای که حالا در آسانسور را نشانم میداد، زل زدم. در حالی که جریان گرم رودخانه‌های تشکیل شده از عرق را لابلای موهای پریشان خودم حس می کردم که به دریاچه مخفی زیر یقه‌ام سرازیر شده بودند. از وحشت چشمهایم بسته شدند و سر جایم میخکوب شده بودم. آسانسور خیلی زود متوقف شد. من پاهایم هنوز میلرزیدند ولی قلبم آرام گرفته بود. به محض اینکه کمرم کاملا راست شد، از میان آینه دیدم که در آسانسور باز شد و مرد نیمه برهنه و ژولیده‌ای که چوب دستی بزرگی به دست گرفته بود، بی توجه به من داخل آسانسور را برانداز کرد و بعد درها بسته شدند و من باز هم پایین‌تر رفتم. ترسم کمتر شده بود و فقط تعجب بود که در مغزم موج می‌زد. در چشمهای خودم خیره شدم و نگاهم را از آینه بر نداشتم. دوباره آسانسور متوقف شد و دیدم که در باز شد و یک زن و مرد ژولیده را دیدم. آسانسور دوباره پایین رفت و باز متوقف شد. این بار زنی برهنه را دیدم که سر و پا پوشیده از مو بود و دستهای خون آلودش را میلیسید. کمی جا خوردم و از حمله احتمالی آن زن وحشی ترسیدم، ولی خیلی زود در بسته شد و حرکت رو به پایین ادامه یافت. این بار آسانسور سرعت زیادی گرفت و مدت بیشتری طول کشید تا در باز شد. منظره‌ای که جلوی چشمهایم در آینه ظاهر شد، مرد و زن برهنه و عجیب غریبی را در حال آمیزش نشانم داد. قبل از اینکه در آسانسور به طور کامل بسته شود، چیز عجیبی دیدم. آن سوی مرد و زن وحشی آسانسور دیگری بود. در آن آسانسور هم در حال بسته شدن بود و فقط توانستم هیکل یک شامپانزه را در آن تشخیص دهم. آسانسور من حرکت کرد و باز هم پایین رفتم، ولی این بار با سرعت خیلی بیشتر. تقریباً بی‌وزن شده بودم و حس سقوط آزاد داشتم. دریایی از هیجان و ترس در دلم به هم آمیخته بود و نهرهای عرق را در همه جای بدنم تغذیه می کردند. همینطور که با دندانهای چفت شده به تصویر خودم در آینه زل زده بودم. آسانسور متوقف شد و دوباره سنگین شدم. بلافاصله چشمهایم به تصویر در منعکس در آینه دوخته شد.
در باز شد و من میمونهای آدم نمایی را دیدم که این طرف و آن طرف می پریدند. هوای خنک و مطبوعی به داخل آسانسور خزیده بود. سرخوشم کرد و نفس راحتی کشیدم. ولی همین که خواستم به سمت در برگردم، در لعنتی دوباره بسته شد و به طور کامل بی‌وزن شدم. آسانسور سقوط آزاد کرده بود و من بی‌وزن در هوا معلق مانده بودم. فکری در مغزم جرقه زد به این مضمون که احتمالاً خواب هستم و دارم مراحل فرگشت را در خواب می‌بینم. با خودم حساب کردم که این بار در به روی دایناسورها یا تک‌سلولی‌ها گشوده خواهد شد. بسته به اینکه آسانسور کجا متوقف می شود ممکن است با موجودات عجیب و غریبی مواجه شوم. آسانسور ممکن است مرا در طبقه ژوراسیک، کرتاسه یا حتی کامبریان یا هر جای دیگری پیاده کند. پس بهتر است مراقب باشم بیدار نشوم. بالاخره سقوط آزاد من با برخورد شدیدی که با کف داشتم به پایان رسید. درد شدیدی در زانوها و کمرم حس کردم ولی بیدار نشده بودم. زود بلند شدم و پشت به آینه به در آسانسور زل زدم. در کنار رفت و من دیدم آنچه را که دوست نداشتم ببینم. گرگ‌های خاکستری و آدمیانی را دیدم که در هم می‌لولیدند، آمیزش می‌کردند و بچه می‌زاییدند. گرگ‌هایی سوار بر انسان و انسان‌های ایستاده پشت گرگ‌ها. در دسته‌های پنجتایی و صلیب بار قرار گرفته بودند. آنها یکدیگر را می‌سپختند و از بطنشان توله‌هایی به شکل هلال و با رنگ سرخ بیرون می‌افتاد. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می‌کند. فرجام. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayabooth.com گرگ‌ها حیوانات زیبایی هستند. از گونه پستانداران، طنابدار، گوشتخوار و میش‌ها نیز در طناب و پستان با گرگ‌ها ولی گوشت نمی‌خورند. نمی‌دانم کدام دو پای بد سلیقه و کج‌فکری خنکای زیبای تاریک و روشن اول روز را گرگ و میش نامیده است. اما هر که بوده لعنت بر او. من بارها کوشیدم پیش از طلوع خورشید دستم را دراز کنم و پوست نرم و لطیف گرگ یا میش را لمس کنم. اما همواره موفق نشدم. آن روز هم مثل هر روز دیگر بعد از 6 ساعت سر و کله زدن با دبیر و ناظم و همکلاسی به سمت خانه می دویدم که پایم بر بیراهه رفت. نفهمیدم چطور شد که در نیمه راه منحرف شدم و از مسیر دیگری سر درآوردم. گرمای طاقت فرسای ظهر دیگر حس نمی شد و گرگ و میش خفه و مرطوبی آسمان را احاطه کرده بود. من دختر دلیری نیستم و قاعدتاً باید می ترسیدم. ولی عجیب این بود که هیچ هراسی در دلم پر نمی زد. حتی اعوجاج زمانی و مکانی هم مرا متعجب نکرده بود. انگار که می دانستم کجا هستم. درست جایی که باید می بودم. مکان را می فهمیدم ولی مغزم کوچکترین درکی از زمان نداشت. نه اینکه نمی دانستم چه وقت است. کلاً زمان را نمی شناختم. جاده ناهموار بود و برای اینکه زمین نخورم چشم بر زمین خاکستری دوخته بودم تا کوره راه را گم نکنم. در هر گام پاهایم را آهسته و پاورچین از گلهای نچسب خشک شده و سنگریزه های لغزان رد می کردم و پیش از قدم بعدی مسیر آن را به دقت چک می کردم مبادا بر چاله‌ای یا خنجری بگذارمش.
عدم درکم از زمان باعث شده بود بدون خستگی و آزردگی راه را ادامه بدهم. درست نمیدانم و هرگز هم نخواهم فهمید که چقدر راه رفتم. فقط میدانم که یک دفعه کوره راه ناهموار تمام شد و پاهایم بر زمین مسطح و زرد رنگی افتاد که خشک و سفت بود. می ترسیدم کفش‌های کثیفم را بر آن بگذارم. نشستم با دست براندازش کردم. خاک نبود، پودر بود. مثل آرد ذرت لطیف و نرم. انگشتم را در آن فرو بردم. لایه آردی یک بند انگشت ضخامت داشت و زیرش جسم مسطحی مانند شیشه حس می شد. به وسوسه کنار زدن آردها غالب شدم و در حالی که تا زیر زانوهایم از آرد مرموز آغشته بود دوباره روی پاهایم ایستادم. بلند که شدم خواستم راه را ادامه دهم ولی هوا تاریک شده بود و چیزی نمی دیدم. کورمال قدمهایم را تنظیم کردم و اولین قدم را در مسیر هموار برداشتم ولی با شدت به دیواری سفت برخوردم که مانند یخ سرد بود. چشمهایم جایی را نمی دیدند. سعی کردم حسهای دیگرم را جایگزین بینایی کنم. دستهایم را تا جای ممکن دراز کردم و دیوار را لمس کردم. مثل شیشه صیقلی و مثل یخ خشک و سرد بود. شروع کردم به راه رفتن. آهسته آهسته در امتداد دیوار قدم برداشتم. مانند زائرین مکانهای مقدس دیوار را لمس می کردم و مانند خرگوش همه جا را بو می کشیدم. بینی نمناک و لرزان را بالای لبهایم تصور می کردم که بوها را درون می کشید. همیشه شنیده بودم که دخترها ترسوتر از پسرها هستند و از تاریکی و تنهایی می ترسند. گرچه هیچ وقت علت این ترسویی را درک نکرده بودم ولی باور کرده بودم که ترسو بودن دختر طبیعی و آپشن مثبتی برای اوست. همیشه از اینکه مثل بقیه نبودم تعجب می کردم. با خودم فکر کردم یا این افسانه دروغ است یا من نباید دختر می شدم. این فکرها بدون آگاهی و خود به خود به مغزم خطور می کردند و من کنترلی روی آنها نداشتم. من همیشه از جنسیت خودم راضی بودم و زنانگیم را می ستودم. ولی یک لزبیان درون هم داشتم که گاهی رخ می نمود و فکرم را مشغول می کرد. غرق در این افکار دستم قسمت ناهمواری از دیوار را لمس کرد. ناخودآگاه جیغ کشیدم. صدایم پژواک غریبی داشت. انگار که در یک اتاق خالی فریاد زده باشم. کمی هول و ترس در وجودم رخنه کرد و لرزشی در زانوهایم حس کردم. همانطور که دستم روی دیوار بود سرم را رو به بالا چرخاندم و دوباره جیغ کشیدم. نه یک بار، 3 بار پشت سر هم. دستهایم را محکمتر به دیوار فشردم. می ترسیدم آن را گم کنم. قسمت ناهموار دیوار را با دقت واکاوی کردم. چیزی شبیه چارچوب در بود. دروازه‌ای به ناکجا. هیجانی ناب در من تولید شده بود. می توانستم ترشح آدرنالین را حس کنم که در مغزم تولید شده به گردن، سینه و قلب می رسد و از آنجا تا دور افتاده ترین سلول های بدنم ارسال می شود. موجودی نامرئی از درون به قفسه سینم لگد می زد و دهان نیمه باز ماندم هوا را با حرص و ولع می بلعید و تف می کرد. صدای نفس زدنهای پی در پیم را می شنیدم که با تپش‌های محکم قلبی که قفسه سینه‌ام را لگدکوب می‌کرد در هم آمیخته بود و سمفونی وحشتناکی خلق کرده بود. کوشیدم بر خود مسلط شوم. آهنگ نفس‌هایم را یک بار کند کردم. سمفونی از تب و تاب افتاد. تنها صدای ضربان قلب و تنفسی ملایم در فضا باقی ماند.
آرامش زیادی حس کردم. نفسم را در سینه حبس کردم تا سکوت را پررنگتر کنم. صدای نفسها قطع نشد. چطور ممکن بود؟ فکری مثل جرقه در مغزم شعله‌ور شد و ذهن و فکرم را به آتش کشید. مثل هیپنوتیزم شده ها میخکوب شدم. صدای تنفس از ریه های من نبود. این نفیر هول انگیز، این سور اسرافیلی از پشت سرم می رسید و تهمانده ذخیره شجاعت و دلاوریم را با خود می شست و می برد. با ترسی وصف نشدنی سرم را آهسته چرخاندم. از گوشه چشم تنها هیکلی نیمه برهنه را دیدم که درست پشت سرم مثل مجسمه میخ شده بود. بدون اراده و آگاهی از کاری که انجام میدهم با حد اکثر توان خود را به دیوار صیقلی فرو کردم تا شاید راه فراری پیدا کنم. درست در محلی که آن را چهارچوب تصور کرده بودم دیوار روی محور خود چرخید و من 1 ثانیه بعد در پی یک معلق خوردن کوچک از آن طرف دیوار سر درآوردم. محل جدیدی که حبوط کرده بودم روشن‌تر بود و من که چشمانم به تاریکی عادت کرده بود می توانستم جزئیات کمی را مشاهده کنم. جزئیات به درد نخوری مثل الوار، نوخاله و ظروف شکسته که زیر خاک‌های لطیف آرد ذرتی فرو رفته بودند. جرأت کردم چند قدم به جلو برداشتم. تصویر هیکل نیمه برهنه‌ای که آن طرف دیوار دیده بودم دست از سرم بر نمی داشت و هر طرف که چشم می چرخاندم آن را می دیدم. روزی را به یاد آوردم که همکلاسی‌هایم از ترس‌های نیمه شبی و وحشت‌های تاریکی‌ها و شگفتی‌های اجنه داد و سخن داده بودند و معلممان راهکار مقابله با ترس را مواجهه با ترس گفته بود. بچه‌ها، هر وقت از چیزی ترسیدید ازش فرار نکنید. اگر تصویر وحشتناکی روی پنجره اتاق یا در تاریکی‌ها دیدین، بهش خیره بشید. خود به خود از بین میره. تصمیم آنی گرفتم که با این تکنیک تصویر هیکل را محو کنم. به او خیره شدم و پلک ها را چند بار به هم زدم. محو نشد. روشن‌تر شد. بزرگتر و واضح‌تر. انگار که از میان مه غلیظی به من نزدیک می شد. نزدیک و نزدیک و نزدیک. هیکل مثل بابا نوئل های بچگی هایم بود. با این تفاوت که لباس قرمز نداشت. نیمه برهنه هم نبود. کاملا برهنه بود. به چهره ریشدارش چشم دوخته بودم. جان گرفت و به صدا درآمد. من همه جا هست. من همه جا هست. گفتم سلام آقا. بدون اینکه تغییری در حالت چهره یا بدنش ایجاد شود گفت من آقا نیست. من همه جا هست. من زیاد هست. سرم را چرخاندم. بابا نوئل پیر همه جا بود. لابلای الوارها، روی نخاله ها، در افق هم می دیدمش. دور تا دورم را محاصره کرده بود. چهره بی احساس و حالت خنثی او مرا نمی ترساند. برعکس احساس آرامش کردم. و ریه هایم کمکارتر و لگد های قلبم به مشت های معمولی مبدل شده بودند. ناخواسته و بعد از خستگی های زیادی که در اثر ترشح آدرنالین در تنم حس می کردم، روی زمین نشستم. هیکل هم کوچک شد و باز صورتش مقابل صورتم قرار گرفت. منتظر بودم چیزی بگوید ولی ساکت بود. نگاه‌های خالی از حس او مانند تیغ دولبه‌ای بودند که میشد هر حس و حالی را از آن تفسیر کرد. به او خیره شدم و او را دختر بچه‌ای معصوم تصور کردم. نگاه‌های معصومانش تا عمق قلبم نفوذ کرد. او را جنایتکار شریری تصور کردم که جز قتل و تجاوز به بچه‌ها کاری از او بر نمی آید.
بدنم مورمور شد و ناخواسته دنبال راه فرار گشتم. او را پدری مهربان و دلسوز تصور کردم. گرمای دست مهربانش را بر گونه‌هایم حس کردم. این بازی را ادامه دادم و همه فانتزی هایی که در ذهن داشتم را با او تجربه کردم. تازه داشت خوشم می آمد که دیدم لبهایش می جنبند. من هم ادامه دادم و با او گفتگو کردم. از من گریزی نیست. میدونم. مرا می شناسی؟ خوشبختانه خیر. آنجا را ببین. امتداد مسیری که با نگاهش نشانم داده بود را دنبال کردم. 2 اتاق آنجا بود که معلوم بود در مکانی دوردست قرار دارند، اما تصویرشان نزدیک به نظر می رسید. یکی از اتاقها سقف گنبدی شکل داشت. سقف آن یکی استوانه‌ای بود و مردی را می مانست که کلاه سیلندری بلند و باریکی روی سر گذاشته. اتاق گنبدی قهوه‌ای رنگ بود، با حلقه‌های صورتی و مشکی تزیین شده بود، در حالی که اتاق سیلندری یک دست سفید بود. بابا نوئل ادامه داد: آنها را من ساخت. آنها را من ساخت. من خیلی توانا. من دانا. همینطور که به اتاقها خیره بودم پرسیدم: خب که چی؟ اگر دختر خوبی باشی به اتاق سمت چپ و اگر دختر بدی باشی به سمت راست می روی. دوباره نگاه کردم. تصویر محو شده بود. هرچه به حافظم اصرار کردم بگوید کدام چپ و کدام راست بود افاقه نکرد. هرچند اهمیتی هم نداشت. من نمیدانستم به کدام اتاق خواهم رفت. خوب و بد من را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ وقتی ملاکی نباشد خوب و بد بی‌معناست. و به قول معلم فیزیکمان من در حالت سوپرپوزیشن قرار داشتم و مهم نبود به کدام اتاق بروم. حوصله جر و بحث با آن مترسک کوتوله را هم نداشتم. بدون اینکه نگاه دوباره‌ای به او بیاندازم در دشت نیمه تاریک راهم را کشیدم و رفتم. چهره بابا نوئل برهنه همه جا دنبالم بود و آرامم نمیگذاشت. او را زیر لباسهایم هم حس می کردم. اول قلقلکم می آمد ولی کم کم قلقلک ها به چندش مبدل شدند. آنجا هیچ کس نبود. وسوسه شدم لباسهایم را در بیاورم ولی می دانستم بیفایده خواهد بود. بدون خستگی مسیر مستقیم را گرفتم و رفتم. آنقدر رفتم که احساس کردم دیگر نوجوان نیستم. زن جوانی شده بودم و همچنان راه می رفتم. ناگهان خود را در میان 2 اتاق یافتم. اتاق سمت چپ کلاه سیلندری داشت و اتاق سمت راست من با گنبد پوشیده شده بود. حتی به اندازه یک پلک زدن هم شک نکردم و با اعتماد به نفس کامل به اتاق گنبدی نزدیک شدم. اولین چیزی که نظرم را جلب کرد این بود که اتاق در نداشت. میشد بدون دردسر به آن داخل شد. از این بابت خوشحال شدم و بدون معطلی خود را به داخل آن پرتاب کردم. هیچ چیز آنجا نبود. هیچ چیز جز تعداد زیادی پستانهای تر و تازه دخترانه جفت جفت از دیوارها بیرون زده بودند. شگفت زده بودم ولی لزبیان درونم فعالتر از آن شده بود که وقت را با حس تعجب تلف کنم. به سمت نزدیکترین جفت از آن خوراکی‌های خوشمزه رفتم. دست راستم را بر گنبد سمت چپ گذاشتم و دهانم را به گنبد صورتی رنگ سمت چپ نزدیک کردم. هر دوی آنها بدمزه و به طور مشخصی مصنوعی بودند. اسباب بازی‌هایی بودند که معلوم نبود کدام معمار بیمار روانی ساخته و آنجا آویزان کرده بود. وسوسه شدم به اتاق سیلندری سر بزنم ولی دقیقاً می‌دانستم آنجا چه چیزی انتظارم را می‌کشد.
اتاق گنبدی را ترک کردم و دوباره راه را در بیابان نیمه تاریک جلو رفتم که پایم به چیزی برخورد کرد و بر زمین افتادم. از خواب بیدار شدم و از همکلاسی هایم که متحیرانه به من خوابالو نگاه می کردند پرسیدم: من خواب بودم؟ صدای معلم دینی من که از آن طرف کلاس می آمد را شناختم که گفت: به به، بالاخره خانم بیدار شدند. مجله اینترنتی آوای بوف تقدیم می کند زندگی. نویسنده آبتین پوریا. راوی مهسا بدیعی. avayaboof.com برای اولین بار بود که احساس سرما می کردم. سردی نمناک و چسبنده‌ای در تمام جوانب حس می شد و در سکوت محض و همیشگیم حال و هوای عجیبی تولید می کرد. شاید آن بالا باران باریده بود و نمش از لایه‌های نازک خاک به زیر نفوذ کرده و به من رسیده بود. شاید هم بالا کشیدن سفره‌های آب زیرزمینی مسبب این سرمای سمج و خوشایند شده بود. هرچه بود برایم تازگی داشت. من از وقتی که مرده بودم و در گور ساکن شده بودم، حسهایم هم مرده بودند. گرما و سرما را تجربه نکرده بودم. گرسنگی و تشنگی را هم به کل فراموش کرده بودم. حتی گذر زمان را هم دیگر حس نمی کردم و زمان برای من روی یک خط ممتد و ابدی خشک شده بود. هرگز نمی توانستم خاطرات گذشته را به درستی به یاد بیاورم و درکشان کنم. مثلا یادم می آمد که شاعر بودم و به هنر عشق می ورزیدم، ولی نمی توانستم دلیلش را درک کنم. کلاً همه چیز برایم عوض شده بود. آینده هم همینطور. هیچ برداشت و دید واضحی از آینده نداشتم. اصلاً نمی توانستم آینده را تعریف کنم. در کل اینجا از همه چیز تهی بودم. نه عقل و درکی برایم مانده بود، نه حس و دلی. فقط می دانستم که اینها در عالم بالایی که احتمالاً الان در هوای بارانی بهشت عاشقان شده است وجود داشتند. ولی این حس سرما از کجا آمده بود؟ چرا داشتم به یاد می آوردم که قبلاً چه شکلی بودم؟ نکند من نمرده بودم؟ کم کم داشتم نوعی حس گرسنگی را هم در ته اعماقم تشخیص می دادم. خیلی برایم جالب بود. هم کیف داشت و هم هیجان. سرما داشت بیشتر می شد و اذیتم می کرد. فکر کردم بهتر است از همسایه ها هم بپرسم ببینم حسی مشابه من داشتند یا نه. خوشبختانه گور مجاور من متعلق به یک مرد بود که 50 سال پیش از من مرده بود و در گورستان ما حق آب و گل داشت. رابطه دوستانه‌ای هم با هم داشتیم. می گفت در دنیای بالایی دانشمند بوده و توسط یک روحانی به قتل رسیده که در گورستانی دیگر و در زیر یک سنگ مرمر گران قیمت مردگی باشکوهی دارد. شاید دانش او هم مانند احساسات من زنده شده باشد و بتواند در کشف علت این احوالات کمکی کند. از راه تونل کوچکی که گورهای ما را به هم وصل می کرد صدایش زدم. مثل همیشه زود جواب داد. پرسیدم چه خبر؟ گفت حال خوبی ندارم. انگار گرسنه‌ام. گفتم پس تو هم داری به حواس زندگان برمیگردی؟ من هم سردم است و گرسنه‌ام. فکر کردم شاید دانش تو هم مثل حسهایت بیدار شده باشند و بتوانی علت را برایم توضیح بدهی. با لحنی که پیدا بود با لبخند آمیخته است گفت بله، دوست تازه مرده من.
من جوابش را می‌دانم، ولی بهتر است آن را به تو نگویم. اگر ندانی راحت‌تر مردگی می‌کنی. با فریاد گفتم من آن بالا لجبازترین مرد شهر بودم و بر سر همین لجبازی و هیجان طلبی ها آمدم اینجا. الان هم این خلق و خوها دارد در من بیدار می شود. تا جوابش را نشنوم دست از سرت بر نمی دارم. انگار از برخورد تند من شوکه شده بود، ولی به روی خودش نیاورد. با خونسردی گفت ما فعلا گرسنه‌ایم. بگذار اول چیزی بخوریم، بعد من همه چیز را برایت خواهم گفت. من خوراکی های خوبی دارم. دستت را از تونل رد کن، هر کدام را که دوست داری بردار. من هم که از گرسنگی کلافه بودم با سرعت دستم را به تونل فرو کردم. دستم به دیوار زمخت کنار تخت خوابم خورد و از خواب بیدار شدم. در حالی که از سرما می‌لرزیدم و به شدت گرسنه بودم. از خواب پریشانی که دیده بودم خنده‌ام گرفته بود. بخاری اتاقم خاموش شده بود و طبق معمول پتویم هم کنار تخت خواب افتاده بود. در همان حالت که خوابیده بودم دستم را دراز کردم، پتو را بالا کشیدم و خودم را زیرش مدفون ساختم. و چه لذت بخش بود دفن شدن در زیر پتوی گرم در هوای سرد. تازه داشتم گرم می شدم که خروس بی محلی سر رسید و زنگ در خانه مثل صفیر سور اسرافیل صدا کرد. با کلی غرولند پاکشان خودم را به در بازکن برقی رساندم و کلیدش را فشردم. طولی نکشید که در اتاقم باز شد و همسایه دیوار به دیوارم که مردی وارسته بود وارد شد، در حالی که 2 پیتزای بزرگ و 1 نوشابه در دستش بود. بدون اینکه حتی 1 کلمه حرف بزند یک راست رفت سر میز آشپزخانه‌ام و خوراکی ها را با سلیقه خاص خودش روی میز چید و روی صندلی پشت میز نشست. من هم رفتم روی صندلی روبرویش نشستم. خیلی گرسنه بودم. اولین تکه پیتزا را که برداشتم به یاد خواب عجیب و غریب دیشبم افتادم. یک هیجان عجیب سراغم آمد و حس کردم که قلبم مثل توپ جنگی آماده شلیک شدن است و هر لحظه ممکن است منفجر شود. فکر کردم بهتر است برای تسلای خاطر و آرام شدنم خواب را برای همسایه‌ام تعریف کنم. تکه پیتزا را زمین گذاشتم و گفتم قبل از اینکه بخوریم میخواهم یک چیز خیلی جالب برایت تعریف کنم. ولی او بی توجه به حرف من تکه پیتزای خودش را برداشت و در حالی که آن را میخورد گفت ما سالهاست مرده ایم، ولی همیشه خواب میبینیم که زنده ایم.